سلام دوستان، واقعا اومدیم دیگه این اخطار مزخرف رو حل کنیم. من زور که اون ویدیو رو گذاشتم تا الان سطح دانش و علم خودمون بالاتر بردم تا تونستم اینو حل کنم. ببینید دوستان، فلسفه این اخطار چیه؟ این اخطار میگه آقا اون دیکس هارد شما از مدار خارج شده، ما میخوایم فقط با فلش و سی دی بوت کنیم کامپیوتر شما که اصلا همچین چیزی الان در امکان نداره. ما میان چیکار میکنیم؟ باید دیکساردمون رو بیاریم داخل مدار. ما از این دیکساردمون که باشه فلتش رو پیدا میکنیم. فلت اینجاست، ببینیم فلت رو وصل میکنیم راحت. حالا میریم داخل این قسمت یه ریستارت به کامپیوتر میریم. دوستان ببینید آموزشی ها رو من از ظهر تا الان رفتم واکاوی کردم برای شما میذارم مجانی. بعدش بگین حافظ اسکای بعد اینجا سریعا دکمه اینو میزنین، دکمه F12 دقیقاً اینو میاد تو بایوس کامپیوتر. بایوس اوکی میکنیم. اینجا یه عدد واسه شما میزنه دقیقاً این میگه آقا شما اون دیکساردتون اوکیه، اوکیش میکنین و دیگه به نظر من رو دست من نمیاد. به اینم میگه استارتینگ ویندوز دیگه مثل من نمیاد.